چرا آبرومونو میبره؟ از وقتی بابا رفته افسرده شده. اصلا نمیفهمم شما که میخواستین طلاق بگیرین چرا بچه دار شدین؟ ای بابا. خیلی زشت شدم. نه مامان این چه حرفیه؟ خیلی هم خوشگلی. یعنی ازت عصبانی نشدن؟ نه به خدا عصبانی نشدن. وقتی به هوش اومدم بالا سرم بود مثل مادرها میپرسید حالت خوبه؟ منم خیلی تعجب کردم. خیلی آدمای خوبی هستن. آره همینطورن. مامانم هم خاله سیدا رو خیلی دوست داشت. وای من خیلی خجالت کشیدم. کاش حداقل برای دزدی میرفتین خونه یه آدم بد. به خاطر تو این کارو کردیم، برای اینکه بتونیم پول اون عوضی رو بدیم. این چجوری نجات پیدا کرد؟ وقتی ما رسیدیم عمو کمال اونجا نبود. ساغر رو یه جا زندانی کرده بود. ما هم وقتی پیداش کردیم فرار کردیم. گفتم که مامانم کمکم کرد. یعنی چی؟ مامانت اومد اونجا دیدیش؟ نه ولی تلفن زد. گفت اون آدم دیگه نمیتونه بهتون آسیبی برسونه. واقعا ممکنه یه مادر داشته باشی؟ آره دارم. شما چرا حرف منو باور نمی‌کنی؟ خب دخترا اینم از کیک. از کدومش می؟ شامپو گیاهی انار و روغن خسته انگور حصه، عصاره‌ای از طبیعت. پاتریکس، خالق لبخندی بی همتا. خورین شکلاتی یا لیمویی؟ والا هر دوتاش خوبه. همین که دستپخت مادر باشه و تو خونه پخته شده باشه کافیه. من میتونم از هر دوتاش بخورم. البته. بچه ها سوگل برامون تعریف کرد بینتون یکی از که ناپدریش اذیتش میکنه و برای نجات اون دنبال پول میگردین، درسته؟ بله ناپدری منه. تنها مقصر منم. نه اصلا این دیگه مشکل همه ماست. یعنی عمو علی ما از همدیگه جدا نیستیم، چون هیچ پدر و مادری نداریم از همدیگه مراقبت میکنیم. مگه نه ساغر؟ از کلید یدکیتون استفاده کردم. قبلا به من اعتماد داشتین ولی من از اعتمادتون سوء استفاده کردم. معذرت میخوام. شما بچه‌ای خوبی هستین. از اون دخترا کوچکترین موردی ببینم از مدرسه میندازمشون بیرون. اینجوری تو هم خیالت راحت میشه. دفعه بعد که میرم مدرسه با همون لباس آرایش همیشگی میرم دخترم. عزیزم جبرانش میکنم. میشم همون مامان سابقت. تموم شد؟ تموم شد. به خاطر همه چیز ازتون ممنونی. خواهش میکنم دیگه هیچ وقت همچین کاری نکنین. خیلی خواستنین مگه نه؟ تازه پول دارم هستن.
خیلی ببخشید، منظورم از پول دارن این بود که آخه ما مدرسه غیر انتفاعی میریم، بچه‌ها تو مدرسه تحقیرمون میکنن، واسه همین سوگل از این که انقدر خوبین تعجب کرد. به همین خاطر. کشش نده، بدتر میشه، بهتره ساکت شیم. در اون طرفه، درسته؟ آره از این طرفه. بیاین ببینم. جمره ما نمیدونستیم وقتی خانواده‌تو از دست دادی باید چیکار کنیم. باید بیشتر از دیگران مسئولیتتو به عهده میگرفتیم. لطفاً ما رو ببخش. اشکالی نداره. اقوامم مسئولیتمو به عهده نگرفتن. شما چرا باید میگرفتی؟ خیلی خوبه نه؟ عمو علی جون بازم ازتون ممنونم. نه جانم این چه حرفیه؟ خاله صدا عزیزم، بازم بیا باشه. باشه. خب ما دیگه برید به سلامت. خداحافظ. 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 سلام. سلام. چه خبر؟ چطوری؟ خوبم، تو چطوری؟ منم خوبم. فردا شب چی کاری؟ کاری نمی کنم، خونم. یعنی برنامه برای بیرون رفتن نداری؟ نه. دوست داری خونه باشی؟ آره؟ آره. منم دوست دارم. منظورم خونه بودنه. بیا هر از گاهی، یعنی بعضی شبا بریم بیرون. آره خب هر از گاهی خوبه. آره خوبه. به چی میخندی؟ تو میخوای یه چیزی بهم بگی؟ اینقدر تابلوه؟ فردا شب شام با من میه بیرون؟ باشه. خوبه. پس ساعت 8 میام دنبالت. یعنی میام پایین. باشه قبوله. باشه.